اینجا بیمه پلاسه. توی این کانال شما به حقوق شهروندی خودتون در حوزه بیمه بازنشستگی و سرمایه گذاری آگاه میشید و نمیذارید که حق و حقوقتون پایمال بشه. شاید این کلیپ یه مقداری از وقتتون رو بگیره، اما از اشتباهات میلیاردی که خیلی از آدما مرتکب میشن جلوگیری میکنه. سلام، من مهدی آزادوار هستم، مشاور و کارشناس رسمی بیمه. حدود 10 ساله که فعالم تو صنعت بیمه و 5 سالش رو به صورت تخصصی طراحی پلن‌های بیمه‌های بازنشستگی و سرمایه گذاری رو دارم. این پیج اینستاگرام منه. شما میتونید فالو کنید و اخبار و اطلاعات مربوط به بیمه‌های بازنشستگی رو توی این پیج ببینید. از اونجایی که با توجه به شرایط اقتصادی الان همه میخوان بازنشسته بشن و مستمری دریافت کنن یا به صورت کامل از مزایای بیمهشون استفاده کنن، تصمیم گرفتم که این کانال و چنل رو راه اندازی کنم تا به تمامی سوالات شما در حوزه بیمه تامین اجتماعی و بیمه‌های مکمل پاسخ بدم. هدف اصلی تیم کارشناسی ما اینه که پلن‌های بازنشستگی طراحی کنیم که بیشترین بازدهی ممکن و بالاترین بهره‌وری رو برای شخص داشته باشه و چند سال دیگه لازم نباشه برای یک پلن بازنشستگی از این دفتر به دفتر دیگه بره. تیم ما در تلاش بروزترین بیمه ها رو برای یک شخص طراحی کنه. ادامه کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. من راز سریع بازنشسته شدن رو بهتون میگم و اصلا میگم این بیمه ها به درد چه کسانی میخوره و به درد چه کسانی نمیخوره. یه نکته طلایی و واقعا ارزشمند و گرون ابتدای حرفام بهتون بگم. اگه میخواین یه بیمه نامه قوی با بیشترین مزایا و بالاترین حقوق دریافت کنید، شما به جای خرید یک بیمه نامه یک پلن شخصی سازی شده بازنشستگی دریافت کنید که در زمان نیاز به شما بهترین استفاده رو بده. اگه شخصی هستی که برای خودت، برای زمان خودت و خانوادت ارزش قائلی و برای سرمایه‌ای که توی این چند سال میخوای پرداخت کنی ارزش قائل هستی، حتما یک پلن بازنشستگی زمان بذار و طراحی کن که بتونی یک بازنشستگی راحت و بدون دغدغه رو تجربه کنی. حالا پلن چیه؟ صبر کنید یه داستان بهتون بگم که قابل فهم‌تر باشه. تو یکی از این سرزمین‌های دور افتاده یه پادشاهی بود که سردردهای عجیب و مزمن داشت. بهش میگن توی یه روستایی یه پیرمردی هست که نسخه گیاهیش همه رو درمان میکنه. پادشاه میگه سریع برداریم بیاریم پیرمردو. پیرمرد وقتی میاد پادشاه بهش میگه شنیدم نسخت همه رو درمان میکنه، برای منم بنویس. پیرمرد میگه بله قربان، اما من برای هر درد و بدنی نسخه جدا می‌نویسم. پادشاه میخنده و میگه مگه درد نیست؟ پیرمرد میگه بله قربان، اما یکی ممکنه این درد از باد سرد باشه، یکی ممکنه از غم باشه، یکی از خشم و یکی از پرخوری. دارویی که یک دلی را آرام میکند ممکنه دل دیگری را بسوزاند. پادشاه که تا الان سکوت کرده بود میگه که درست حق با توه، هر نسخه ای رو برای همه نمیشه پیچید. حالا ربطش به بیمه های بازنشستگی چیه؟ این که هر بیمه نامی رو برای همه یک جور نمیشه صادر کرد. هر شخصی با توجه به شرایط زندگیش، سنش، متأهل یا مجرده، شغلش، درآمدش، این که کسی رو تحت تکلف داره یا کسی تحت تکلفش هست و خیلی از موارد دیگه که کارشناسای ما بررسی میکنن و با توجه به شرایطشون پلنش رو طراحی و تنظیم میکنن و مثل تامین اجتماعی یه نسخه رو برای همه نمیپیچن. حتی که زمانی که با شرکت‌ها، کارخونه‌ها، کارگاه‌ها قرارداد میبندیم تا پلن بازنشستگی پرسنلش رو طراحی کنیم، با اینکه همه اونها ممکنه توی سطح درآمد باشن، شغلشون معمولا یکی باشه، سنشون هم توی یه رنج باشه، اما ما برای تک تک اعضا پلن شخصی سازی شده طراحی و تنظیم میکنیم. اینقدر این مسئله پلن مهمه که بر اساس نیازهای یک شخص طراحی بشه که خود خرید اون تیکه کاغذ، اون بیمه نامه مهم نیست و خیلی مهمه که با توجه به نیازها و شرایط شخص تنظیم بشه. این طراحی و پلن بازنشستگی اون بیمه نامه است که اون بیمه نامه رو ارزشمند و قابل استفاده میکنه. من و تیمم
مجموعه بیمه پلاس افتخار اینو داشته در کنار شما عزیزان، به واسطه شما عزیزان، توی این مدت 10 بار به عنوان نماینده برتر بیمه‌های عمر بازنشستگی انتخاب بشیم و به یاری خدا و لطف شما عزیزان اولین پیج تخصصی بیمه‌ای در کل ایران هستیم و اولین و تخصصی ترین طراحی پلن‌های بازنشستگی رو در مجموعه انجام میدیم و این باعث شده توی این مدتی که بیمه‌نامه صادر می‌کنیم با افراد زیادی با دغدغه‌های مختلف آشنا بشیم و این دغدغه‌ها رو به اشتراک بذاریم با افراد دیگه و باعث بشه که از ضرر میلیاردی جلوگیری بشه. مثل همیشه ممنونم بابت حمایتاتون. ازتون میخوام که کانال یوتیوب ما رو هم دنبال کنید. کلیپ بعدی ما در ارتباط با پرفروشترین و پرتقاضاترین طرح بیمه‌ای و پلن بازنشستگی به اسم شوکا کامل میخوام براتون معرفی کنم. خیلی متقاضی داشته و بهتون بگم اصلا به درد چه افرادی میخوره و چه کسانی اصلا نیاز نیست این طرح رو داشته باشید. ما رو دنبال کنید توی یوتیوب و این کلیپ رو برای عزیزاتون بفرستین تا در مواقع لازم ازش استفاده کنن.